در روسیه می‌خواهند با مهاجران کم اختصاص گشت و گذار آزادانه در سراسر کشور را محدود کنند. پیشنهادهای صدو می‌دهند که برای چنین مهاجران کاری منطقه‌های مخصوص تشکیل گردیده به آنها دادن حق اقامت منع کرده شود. با نوشته روسیسکایا گازета این گونه تشبس‌ها را وکیلان از حزب روسیه عادل در میان گذاشتند. مؤلفان لایحه قانون بر اینند که می‌باید مهلت بود و باش مهاجران در روسیه با صحنه شرطنامه کاری آنها مطابق باشد. همچنین طبق پیشنهاد آنها باید کارفرما وظیفه‌دار شود که برای هر یک مهاجر دعوت شده گرفت پول سپارد تا در صورت قانون شکنی این مبلغ برای اخراج شهروند خارجی به وطنش استفاده گردد. علاوه بر این وکیلان می‌خواهند به خارجیان عوض کردن جای کار و آوردن خانواده‌هایشان به روسیه منع کرده شود. روسیسکایا گازeta نوشته است وکیلان الکی این قانون را به دومای دولتی ارائه کردند. ببینید چرا اهل عائله به اینجا می آید؟ برای چی ما نمی بینیم که عائله در چگونه شرایط به سر می برد؟ این باز هم بر ذمه منطقه ها گذاشته شده است. هر منطقه دارای مقامات وصایت و پرستاری می باشد. شما بسیار خوب درباره مثال های می دانید که آنها چطور به خانه شهروندان روسیه می آیند. یخدانشان را تفتیش می کنند. تازگی خانه و شرایط در تیارکنی کودکان را می بینند. چرا کارمندان مقامات وصایت و پرستاری به عائله های مهاجران نمی آیند؟ هفته گذشته رئیس دومای دولتی ویچسلاو ولودین از آغاز کاری وکیلان اوید به تشبس مربوط به کودکان مهاجران و حقوق آنها برای تحصیل در مکتب‌های روسیه خبر داد. در صورت پذیرفتن این قرار فرزندان مهاجران من بعد به دانستن زبان روسی به مکتب‌ها قبول کردن نمی‌شوند. وکیلان شورای دولتی تاتارستان نسبت این لایحه قانون مخالفت کردند. فرید محمدچین رئیس شورا گفت که فرزندان مهاجران بدون تحصیل در مکتب در کوچه میمانند و افزود در جمهوری شهروندان خارجی زیادند و اگر فرزندان آنها به مکتب قبول نشوند این میتواند دردسر زیاد ایجاد کند. ما قانونگذاران فدرالی را مجبور خواهیم کرد که راهی حل سازنده پیدا کنند تا اینکه این مشکل رفع گردد. ما به مهاجران احتیاج داریم. آنها به اینجا می آیند و فرزندان آنها باید امکان تحصیل داشته باشند. همکاران محترم، در مورد منع تحصیل فرزندان مهاجران، اولا اینها راهزنهای آینده خواهند شد. دوم اگر روسی را نمیداند و به مکتب هم نرود از کجا روسی را از خود میکند؟ و سوم اینکه این قانون زمینه آن را آماده میکند که آنها وطن دوست نشوند. آنها راهزنهای آینده خواهند شد. مشکل قبول کودکان در مکتب‌های روسیه را مهاجران تاجیک هم دارند. به این دلیل هم بعضی از والدان مهاجر از تاجیکستان مجبور می‌شوند فرزندانشان را از خود دور کنند و در وطن در تربیت خویش و تبار گذارند. در کمتر از یک سال اخیر در روسیه زیاده از 30 امر حقوقی ضد مهاجران به تصویب رسیده است.